صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، کتاب دوم، باب 1، عصر 21، عصر فرهنگ صلح و وحدت انسانیت. در مثال شرایط طبیعی و جهت‌های خاصه جغرافی تاجیکستان و دیگر مملکت‌های آسیای مرکزی نیز ما می‌توانیم تأثیر روندهای جهانی را مقایسه نماییم. عالمان تاجیکستان در اساس مقایسه خریطه گیودزی و عکس‌های کیهانی وضع پریخ‌ها در ماه‌های آگوست، سپتامبر 50 سال آخر به خلاصه آمدند که ذخیره‌های آب یخ و برف یکی از کلانترین پریخ‌های آسیای مرکزی، پریخ فیچنکو در پامیر، قریب 3 برابر کم شده است. اگر تأثیر نامطلوب اقلیم سیاره که الحال دوره گرمشوی را اثر می‌گذراند با همین منوال رفتن گیرد، گمان است که در 100 سال نزدیک از پریخ فیچنکو اثر باقی ماند. این مقایسه اضطراب‌انگیز عالمان که از شرایط جغرافی و طبیعی کشور ما برمی‌آید هشدار می‌دهد که اگر برای نگاه داشتن ذخیره‌های آبی تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشیده نشوند، آنگاه برای تمام مملکت‌های منطقه آسیای مرکزی دوره وزنین و پرفاجعه فرا می‌رسد. مادامی که برای رویانیدن 1 تن غله 1000 تن آب و برای احتیاجات هر انسان در 1 سال قریب 10 تن آب نوشاکی صرف شود، پس ضرورت رسیدن به قدر هر قطره آب نوشاکی در تمام کشورهای آسیای مرکزی دوچند می افزاید. چنانکه می بینیم مسئله ذکر شده خصوصیت جهانی دارد و همکاری‌های مستقیم جامعه جهانی و کشورهای آسیای مرکزی را تقاضا می نماید. یعنی تغییر یافتن وضع طبیعت و سر زدن خطرهای اکولوژی، گذشته از این کم شدن ذخیره‌های اشیاء خام و سوزشواری در نزد بشریت و دولت‌های خرد و بزرگ سیاره طلبات قطعی پیش می‌گذارد که در عصر 21 به حل مسئله‌های جهانی عاقلانه، خیرخواهانه و احتیاطکارانه مناسبت نمایند. ما نباید در منطقه با نزاع‌های نو راه دهیم و به حل مسئله‌ها از روی منفعت یک طرفه نزدیک شویم. وضع موجوده تقاضا می‌کند که با تمام ذخیره‌های انرژتیکی آسیای مرکزی چون شبکه یگانه طبیعی و اقتصادی مناسبت نمودن را پیش گیریم. باید همه درک نمایند که قیمت آب از قیمت نفت، گاز، انگشت و دیگر نمودهای سوزشواری و منبع‌های انرژتیکی کمتر نیست. برای آنکه در آینده به مشکلات ناگوار و مسائل پیچیده دچار نشویم، باید از امروز راه‌های حل آن را اندیشه نماییم. توجه جامعه جهانی و تشکیلات‌های بین الخلقی منطقوی را برای برطرف کردن این خطرهای پیش آمده جلب نماییم. استراتژی نو استفاده منبع‌های انرژتیکی، ذخیره آب و وضع اکولوژی و طبیعی منطقه در پیشروی کشور صاحب استقلال ما وظیفه‌های جدی می‌گذارد و حل دست جمعانه را تقاضا می‌نماید. برطرف نمودن خطرهای اکولوژی دارای مقیاس جهانی امروزه تندروی را نمی‌پسندد. این مشکل‌ها وقت‌های نزدیک به مد اول برآمده تمام نظام مناسبت‌ها را نه تنها در سراسر آسیای مرکزی بلکه در منطقه فراگیر برای 10 ساله عصر 21 معین خواهد کرد که با آن مسائل بحر ارل، کولی سرز و غیره همراه می‌گردند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.